ببینید ما با ویزا به طور قانونی در ایران آمدیم، اما ویزای احمد رو میبینیم 3 ماه به 3 ماه تمدید میکنه، اما به هر دفتر کفالتی که میریم ویزه ما را تمدید نمیکنه. چرا؟ اگر سوال شما هم همین است، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. به نام یاد خدا، سلام و درود خدمت دوستان عزیز. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین. باز دوباره خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای AM رسانه. بحث امروزمان در مورد ویزای ایران است. ببینید، برای ورود به هر کشوری به طور قانونی ما نیاز به ویزا داریم، که برای ورود به ایران به طور قانونی هم ما نیاز به ویزا داریم. اما ویزای ایران برای افراد مختلف فرق میکنه و هر ویزا شرایط خاص خودش را داره که امروز در رابطه با انواع ویزا میپردازیم، که از جمله ما ویزای تجارتی داریم که برای افراد تجار داده میشه، ویزای سیاسی داریم که برای افراد سیاسی و کارمندان سفارت داده میشه، ویزای دانشجویی داریم که برای افراد دانشجو داده میشه، ویزای درمانی داریم برای کسان داده میشه که مرضی آن در افغانستان قابل درمان نباشه و برای تداوی باید بره به کشورهای خارج. ویزای سیاحتی داریم. از میان تمام این ویزاها ما فقط 2 تا ویزای مهم برای افراد عادی داریم. یکی ویزای جهانگردی و دومی ویزای ورود است. اگر شما برای کار کردن در ایران آمدین و میخواین چند روزی را اینجا بمانید، حتما گزینه ویزای ورود را انتخاب کنید، چرا که ویزای ورود را شما میتوانید که به طور 3 ماه به 3 ماه تمدید کنید، اما ویزای جهانگردی را شما نمیتونید مثلا 3 ماه به 3 ماه تمدید کنید. برای اینکه چگونه ثبت نام کنیم و قیمت این ویزاها چقدر است و مدت زمان این ویزاها چقدر است، منتظر ویدیوی بعدی ما باشید. ممنون.